ببین عزیزم، از این امتحان تو فقط 1 سوال رو درست نوشتی. واقعا 19 شدی؟ آره بابا واقعا 19 شدم. دروغ میگی. 9 خودت نوشتی، تو 1 شدی نه 19. نه دروغ نمیگم، 9 خودم ننوشتم، واقعا 19 شدم. ببین عزیزم، هیچ وقت دروغ نگو. راستشو بگو، چه اشکالی داره؟ آره درست حد زدی، 9 خودم نوشتم. کارن دوباره تو زیر غذا رو زیاد کردی، غذا سوخته. ببین مامان بیاد عصبانی میشه ها. خواهر من نبودم، بابا بود. زیر غذا رو زیاد کرد، غذا سوخت. مگه نگفتم به کسی نگو؟ بابا مگه نگفتی هیچ وقت دروغ نگم؟ خب بیا منم راستشو گفتم.